رشد حسیات‌های اخلاقی تا کجا زمینه اساسی مسئولیت شناسی شخص گردیده می‌تواند و همین جریان از کی باید شروع یابد؟ سرچشمه مسئولیت شناسی از مکتب مادرانه شروع می‌شود، یعنی از اویلاهای ما شروع می‌شود و انسان یعنی در سن 3 سالگی که کلمه من خود را پیدا می‌کند و از همون دوره در او زمینه‌های ابتدایی عمل کرد یا اجرایش کدام سپارش یا کدام وظیفه گذاشته شده والدین با وجود میاد و در این زمینه او اجرایش را زینه به زینه به راه مانده و درجه مسئولیت شناسی را تشکل میدهد. وقتی که ما پیوستگی خود مسئولیت شناسی را با حیثیت های اخلاقی دیده میبریم، باید قید نمود که حیثیت یگانه ابیکت اساسی علم پسیکولوژی هست که برای تشکل دادن یا اجرایش درستی همه عملکرد انسانیت است. چون که در انسان اگر خواهش ها نباشد هیچ کس کار را درست اجرا کردن نمیتواند. وابسته به این پسیکولوژی روز ویگوتسکی هم چنین قید میکند که تا اگر خواهش ها نباشد عمل ها درست اجرا کرده نمی شود. برای همین یعنی پیش از همه برای تشکل دادن مسئولیت شناسی در هر یک فرد ما پیش از همه حیثیت های اخلاقی را رشدیم. وقتی که ما حیثیت های اخلاقی میگیم می توانیم نظر کنیم به خود همون نمودهای حیثیت های اخلاقی که در اینجا حیثیت های سیمپاتی است، حیثیت های آنتیپاتی است. مثال وقتی که ما نظر میکنیم به حیثیت سیمپاتیا، همین در نفری که نظر نیک باشد، نفری که نیک بین باشد، خب در زندگی هستی عالم اطراف خود را با نگاه نیک بیند، من فکر میکنم که همون عمل و کردار و همون وظیفه هایی که ما امروز در موضوع مسئولیت یا اینکه مسئولیت شناسی بررسی نموده ایستاده ایم، همون در یک شکلی صافدلانه اجرا میکنند. وقتی که هر کاری رو، هر عملی رو انسان صافدلانه در دایره حیثیت‌های اخلاقی خودش براه میماند و اجرایش او یعنی درست است و اجرایش اون ثمره بخش است. عمل رو همه اجرا میکند، لیکن ثمره ناکی اون، صفت ناکی اون انا ریشه پیوند به مسئولیتی همون نفر وابستگی دارد. ما میخواهیم نمیخواهیم کودک هنگامی که در دوره بحرانی قرار دارد، ما هر یک کاری که میفرماییم گاه نمیخواهد، گاه طبق نقشه عمل نمیکند. همین شکل وای دوره بحرانی است. ما میخواهیم نمیخواهیم این دوره هست.